پیش یاران ما نشان دوستی می آوریم، مهر دل از توشدان دوستی می آوریم. با یک جهان مهر و محبت بی اندازه به همه شما دوستان گرامی سلام عرض میکنیم. باز هم برنامه نورافکن است، مهمون خاندان شما با نور و ضیا و مهر و وفا. بله دوستان عزیز، برنامه نورافکن سرشار از مهر و محبت و هنر و ایجاد است. زیرا این نوبت مهمون برنامه ما هستند سراینده بسیار هم محبوب و دوست داشتنی که از کشور افغانستان به تاجیکستان تشریف آورده است و با صدای جذاب و دلنشین خود البته به دلها نور و ضیا میبخشد. میری مفتون. شما خوش آمدید. سلامت باشید. پیش از همه به تاجیکستان و به تلویزیون سینما. سلامت باشید. سلام خدمت شما و بعد سلام خدمت همه بیننده‌ای که حاضر مرا تماشا دارن. سلام خدمت ملت قهرمان تاجیک و اما بیننده‌ای که بیرون از مرز تاجیکستان هم تماشا میکنن. سلامت باشن. بسیار خوشحال هستم که تلویزیون محترم سینما و برنامه نورافکن مرا دعوت کردن و پیش شما نشستم. از شما سپاسگزاریم که به برنامه ما شرکت ورزیدید. ولی پیش از همه سوال میگذاریم که 5 سال قبل شما به تاجیکستان یعنی تشریف آورده بودید. از آن تشریف و این تشریف یعنی چی تفاوت میبینید امروز در دوشنبه؟ های چی بگویم از این تفاوت‌ها. ما 5 سال قبل یک سلام بسیار صمیمی به خدمت جناب عالی و بعدش حاضر که آمدم ما و جایی که گشته بودم ما اونا رو نیفتم در تاجیکستان. نشناختیم. شما باور کنید که همه اما مشهورترین در داخل اشار طرف هم پارک چیز میگشتیم، اونجا سینما بود و بعد هم پارک سامان اونجا اونجا رو من درست نفهمیدم. گفتن این همینجا بودی و خاطر ازی که بسیار آبادی شده، بسیار تحول آمده، بسیار تغییرات کرده. تاجیکستان نام خدا بسیار آباد شده، همه بلند منزلا شده، سرکا، باغ، پارکای بسیار زیاد ساخته شده. من متعجب شدم. بسیار خوشحال هستم. چون سفر نخستین شما در دایره جشن تنتنه‌های جشن نوروز بود، سفر دوم شما باشد در یک فضای راست آمد که یعنی تنتنه‌های جشن استقلالیت بود. بله. خب این فضا را شما چگونه دریافتید؟ چی تاثیرات برداشتید از این تنتنه‌های ایدانه جشن استقلال تاجیکستان؟ بله، من به روز دعوت شدم، به روزی آمدم اینجا که روز استقلالیت بود. بسیار خوشحال شدم. مردم با شور و حلاله آنقدر آزادی، آنقدر تینجی، آنقدر امانی است در تاجیکستان که ما چندین کشوری که رفتم شما باور کنید که به این عادی که در تاجیکستان ما گشت گذار میکنم و مردم هم میبینم ما در دیگه کشورها ندیدم. به این شکل بسیار تینجی، بسیار امانی، بسیار مهر و محبت در یک فضای بسیار صمیمی روز استقلال دیدم که تجلیل کردن. بله. و شما حس میکنید یا حس کردید، درک کردید که خیلی مخلصان زیاد داره در تاجیکستان؟ بله. به حد. بله. از زمانی که آمده بودم ما در تاجیکستان آمدم با این خیال که کسی البته اگر یگان تا نیم تا بشناس سالی هم هر کس که تیر میشه و مرا ببینه خصوصا از کلاه تاقی سرخمه به یا صورت گیری به بچه دایی جان بشناسید مرا نام خدا. بسیار محبت کردن امرای ما، بسیار صمیمیت کردن. همه ملت تاجیک میدونم که سرودای مرا دوست دارن.
صافی ورزاب و خطلان شریف و ملک کولاب ای بلاد قشنگ داد شنبه قانون ستاره ها اومدن قانون ستاره ها اومدن قانون ستاره ها اومدن قانون ستاره ها اومدن عموما و پس از شنیدن سرودی که شما این لحظه سرود سرایدید وصف پیشوای ملت وصف تاجیکستان من پایخست بردم که یعنی حس کردم که نه تنها ما یعنی با پیشوای ملت افتخار میکنیم. از گفته‌های شما برمیاد که شما نیز افتخار دارید از پیشوای جهان افتخار میکند به جناب عالی جهان افتخار میکنند جهان تاجیکا افتخار میکنند من خب بیخی افتخار میکنم به جناب عالی. بله بیا درباره این سرود قصه کنیم چگونه این سرود تولید کردید؟ همین سرودی را که خواندم بله بله ما گفتم ولی بچه های نسل جوان نو بر آمدن شاعری میکنن. فرید جان رمزی همسند و همسال پدر جان ما است یعنی محمد رضا جان یک کم تر از این کلانتر است. یعنی هنوز طلبه مکتب است. بله طلبه مکتب است مکتب میخواند او شاعری میکنه و ما که پیش از این که بیایم ما در ماهای اپریل بگم همه ماه اول ما سبزوار تاجیکستان و تاجیکستان که از تلویزیون دیدم ما با عائله خود میگفتم که اوزن چقدر فرق کرده است اینجا چه رقم بوده چه رقم. ما گفتم یه بار دیگه ما باید تاجیکستان 100% اگر زنده باشم برام. بعد این سرود و بچه را گفتم که یک سرود با ما جور کنی که ما باز تاجیکستان میرم. غیر از اون دیگه هم بود سرود یک دو تای دیگه هم جور کرده گفتم در وصف تاجیکستان در وصف جناب عالی که بود پیشکش کرد. بله در وصف نوروز تاجیکستان. بله 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 همه ابتکاراتی که در تاجیکستان است و من دوستشان دارم. خوب در هر یک کشور و هر یک مکان برای انسان البته یک چیز هست که مثال یک با یک خصوصیت خاصش پسند می آید. در تاجیکستان چی برای شما پسند آمد بیشتر؟ برای ما همه چیز در تاجیکستان پسند آمد. مهمان نوازی، قدر، صمیمیت مردم بسیار زیاد. یک برخوردی بسیار نیک میکنن با همه مردمی که جامعه برخوردی نیک میکنن. خصوصا فضای موسیقی در تاجیکستان بیشتر یعنی سرودخوانی و موسیقی بیشتر فضا دارد. همه چیز ما خوب میبینم در تاجیکستان. خیلی خوب اکنون بیا درباره خود شما گپ میزنیم. یعنی میگویند که نام در حقیقت یعنی تاثیرگذار است به انسانیت به شخصیت. یعنی نام شما رو پدر و مادر وقتی میری مفتون موندن یعنی تاثیر گذاشته است در حقیقت که با سروده ها با صدای دلنشین همگان رو مفتون کردید یا اینکه چیز دیگر یگان سری دیگر است؟ شما سلامت باشین. اگرچه ما کلانترهای ما میرم بود بعد از اینکه ما تخلص خود مفتون ماندیم بله. ما دیدیم که همه مردم مفتون ما شد به خاطر همه سرود خواندن ما محبت مردم که با ما محبت و صمیمیت داشتن مرا به خودشون مفتون ساختن و خودشون به ما مفتون ساختن. ما بسیار خوشحال هستم از این لقبی که بالای خودم مفتون ماندم و این نامی که بابا با ما موند بسیار خرسند هستم. یعنی این نام اصلی شما نیست یعنی لقب شما است؟ بله مفتون لقب است. و خیلی شاگردان زیاد دارید که آنها نیز یعنی انامین نسب رو گرفتن یعنی مفتون همین لقب. بله شاگردای ما یک همگیش همین خیش تبار هستن از مکتب ما که فارغ میشن و میبراین یکی که سمبول شاگردایم سمبول خدمت میمونن. بله درست است. همین کلاه سرخ میمونن و یکی که
اما یگون خیش تبار نزدیکتره میگم که شما مفتون تخلص بکنه به خاطر از اینکه هم خیش تبار هستین و هم از زیر دست خودم شما برآمده. در غیر از او اگر ما با دیگه کس خلاصیم نمیبینم که هر کس مفتون در یک مفتون است که میری مفتون است. درست. با مردم ها مفتونی میشدن. من یک بچه دارم محمد رضا جان بله. که اینجا 6 تا نام پدرم است. در خانه را پدرجان صدا میکنیم. هم خیش تبارم پدرجان صدا میکنن. نامش محمد رضا است. و کسب شما رو انتخاب کرده است؟ علاقه راه موسیقی رو انتخاب کرده است؟ بله پدرمان. بله. حالا ما از دیگه کوشش میکنیم که محمد رضا جان مفتون همه کسب ما را پیش ببرد که علاقمندای ما بعد از نابودن ما مایوس نشن. چرا مردم به ما میگه که ما اگر خدای ناخواسته تو نباشی ما چخیل کنیم؟ میگم بیا توکل به خدا محمد رضا ان شاء الله جای مرا میگیره و شما با علاقمندای خدمت میکنه. یعنی محمد رضا هم در آینده محمد رضای مفتون میشه ان شاء الله اگر در تقدیرش باشد. ما میگم کوشش کنه که مکتب مسلکی بخواند، زنده باشد مکتب هم بخواند، مسلکی بخواند که خب یک دکتر خوبم براید و مفتون هم براید. چون نصیبه اینجا فرصت رسیده است که بازم صدای جذاب و جالبی میری مفتون رو بشنویم. هم برای بینندگان البته این پیسند است، هم برای ما یک فراغت دیگر میبخشد. بله درست گفتید. پس میشنویم. پدر چی خوش کلانت کردم، آی پروردم و نازم و جوانت کردم. بودی تا عزیز جان و خدمتگارم، آی امسال و پی بختت روانت کردم. ای جان پدر چی خوش کلانت کردم، آی پروردم و نازم و جوانت کردم. آی بودی تا عزیز جان و خدمتگارم، آی امسال و پی روانت کردم. تا پسر جان منی، تو نور چشمان منی، تا جگر جان منی، آواز و ارمانی منی، تا جگر جان منی، آواز و ارمانی منی. تو پدر جان منی، تو مهربان منی، هرچی گویی تو به من بهتر از جانی منی، هرچی گویی تو به من بهتر از جانی منی. رفیقی سفرم، آی من است و قلندر و ملنگیت شدم، آی قند و وصل و عزیزی جان دیگرم. تو پدر جانی منی، وای تو مهربانی منی، هرچی گویی تو به من بهتر از جانی منی، هرچی گویی تو به من بهتر از جانی منی. تو پسر جان منی، تو نور چشمان منی، تو جگر جان منی، آواز و ارمانی منی، تو جگر جان منی، آواز و ارمانی منی. اینا باشم قدی دیوال خانه کنم، شب پای در را چرک چرک ناله کنم، شب ناله کنم کسی به دادم نرسد، خنجر بگیرم جگرم پاره کنم. اینا باشم قدی دیوال خانه کنم، شب پای در را چرک چرک ناله کنم، شب ناله کنم کسی به دادم نرسد، خنجر بگیرم جگرم پاره کنم. تا پسر جان منی، تو نور چشمان منی، تا جگر جان منی، آواز و ارمانی منی، تا جگر جان منی،
ادامه دارد دوستان عزیز برنامه نور افکن و یادآور میشویم که این نوبت مهمانی برنامه ما هستند سراینده خیلی هم محبوب دلها که در افغانستان و تاجیکستان میشناسند دوستش میدارند و صدای جالب آن کس به دلها البته شادی و سرور میبخشد. میریم افتون بار دیگر شما رو خوش آمدید میگوییم به تاجیکستان بهشوسو و به برنامه نور افکن. بله درست قید کرده و میریم افتون رو نه تنها در تاجیکستان و افغانستان بلکه در هر کجایی که یعنی فارسبانان هستند میشناسن و دوست میدارن و یک خصلتی دارن. میریم افتون که در هر محفلی که سرود میسراین یک سرود رو همون گونه که هست همون گونه نمیسراین، یک سرود رو در هر محفل هر گونه میسراین. یعنی این از چی درک میدهد یا از چی وابسته است؟ از آن یعنی از آن مکان یا آن محفل وابستگی دارد که هر کجا یک سرود رو هر گونه میسراین. یا این شیوه شما باید باشد شاید باشد. خیلی اگرچه اما شاعر میگد با عمل تکیه نکن خواجه که از روز ازل تو چی دانی قلم سین به نام چی نوشت. بله یک کم و بیشی که و استعداد در وجود ما هست و بر علاوه از این بله دیگه این به مکان تکیه میکنه. بله بله. خصوصا ما این در تاجیکستان آمدم. شما فکر کنین که ما از زمزمه های شعری ما نوشته شعری ما ده چند شده در کشور. بله. خب در کشور افغانستان البته نه همه وقت آرامی است. خب البته برای شما معلوم است برای ایجادکاران سرایندگان البته مشکلی هست چون ایجادیات البته یک محیط زیبا رو میپرستد، یک آرامی رو میپرستد. بله خب یک چیزی واقعیت است. خصوصا فضای هنرمند یا فضای حافظ به گفته شما تاجیکا، فضای حافظ، فضای هنر یک فضای کاملا کلان و امنیت و آرام که نباشد حافظ نمیتونه که او را حافظی کردن بتونه. چون شرایط در کشور جنگ است، ناامنی است. وقتی که ما ناامنی را میبینیم ما همو غزلی را که میخواهیم بخوانیم یا همو غزلی را که بسازیم و از حافظه ما میره فراموش میکنیم مرا. چرا میبینیم ناامنی است؟ مثلا خون است، نفر افتیده بله یا در سرک یا در جاده و دیگه تمام دیگه حافظ نمیتونه که حافظی بکنه. یعنی از غم نمیتوانی سرود شادمانی بله. بخوانید. درست است. و یعنی از گفته های شما برمیاد که شما تصنیف نیست میکنید. همین گونه است. یعنی به مثال آنه که یعنی شعر می نویسند یا که آهنگ می سازند. ما خودم هم خب اگرچه شاعرای مهربان و بالایی هستند چه در تاجیکستان، افغانستان، ایران همه جا شاعران و نویسنده‌ای بسیار محترم هستند. بله. اما من هم وقتی که فضا برای ما آمد میکنه یک فضای خوب یگان بار بله خودم هم شعر می نویسید. آهنگ هم میکنید. آهنگ هم میسازم. یعنی آهنگ و شعر می نویسید. بله. باز در برابر این با کدام شاعران شاید همکاری دارید؟ از ما آری شاعرای نسل جوانم در وطن بسیار رشد خیلی کرده. زیاد است. مثلا ما شاعر محلی داشتیم پیشترا دولت محمد جوشن که هم شاعری میکرد و هم آواز میخوند. مثلا یکی از جمله شعراش کجا کبرویم قدت نودنیال خیال چشمان خمار. بله این شعر از دولت محمد جوشن است. کمپوزش همیشه خودم ساختیم از او است. امروز از اونا همیشه 6 تا برخواست داریم. بعد میرسید جان سعید است، بعد مصطفی ایمانی است، علی فرید رمزی است. اینا عملی شد. از شاعران تاجیک شاید با یگان کسی همکاری دارید یا با اشعارشون آشنا هستید؟ والا خیلی تا هنوز ما امروز اینا ما بسیار علاقمندی دارم که من شاعرای تاجیک علی بیافم که امروز از اینا بشینم. هم یک بار آمدم اینجا امروز یکی دولت سفر ششنیم هم یک کتاب با ما داد امورا گرفتم یکم بار امورا مطالعه میکنم. گرچه در حساب محلی ما شعرهای از او خیلی یک ذره سنگین است و از در اون کوتاه چون شاعری بسیار محترم است دیگه. باز من کوشش میکنم که شاعرها رو پیدا بکنم. در تلاش هستم. بسیار علاقمندی دارم به شاعرای تاجیکستان. بله. و سرودهای دوگانه با یعنی سراینده های افغان بسیار سراییدید ولی میل نکردید که با سراینده های یعنی تاجیک سرودی دوگانه بسرایید؟ بسیار تلاشی گپ دارم. من بسیار آرزوی از این گپ دارم. یکی از این علاقمندای است او سال آمدیم متاسفانه نشد. ما گفتم امرای نوازندای تاجیکستان که برای من موسیقی
اصلی همون سنتی را بنوازن که ما خودم آواز بخوانم و با کسایی که علاقمندی دارم که امروز یک آوازخوانی بکنن. انشالله این پلان ندارم. بله. این نقشه هست و در آینده امید داریم که میشود. بله کار خیلی خوب. چون شما در تمام موضوع اگر گوییم سرود سرویده جای از وطن گفته، جای از عشق و محبت و همینطور همه موضوع رو البته سرود سرویده. کدام موضوعی هست که بیشتر برای شما راحت است سرودن و میخواهید که همون موضوع رو بیشتر سروید؟ با ما همش یک چیز است. ما زیادتر به خاطر از خوشم میاد که وطن آرام باشه و تینجی باشه و بعد سر زمین ها و سبزا و باغ و درخت و تپه ها را ببینم، بعد خوشم میاد که هم شعر بگویم به سرایم شعر و هم خودم را آواز بخوانم اشته باشم. هی در روی جیان شو گدا بگذرد، هی مسکنی من زهر زمین است زمینه، جان در جسد و جسد جدا میگذرد، جان در جسد و جسد جدا میگذرد.
در تاجیکستان زیر زمان شبکه‌های تلویزیونی زیاد است. در افغانستان نیز ما البته شبکه‌های تلویزیونی شما رو تماشا میکنیم. شما چی شبکه‌های تلویزیونی ما رو تماشا میکنید و کدام برنامه‌ها رو شاید میدونید تماشا میکنید؟ بله، ما زیست و زندگی ما در پامیر است، در ناحیه اشکاشم. فقط یک دریای 5 مابین است، یک طرف خانه قومای تاجیکستانی مثلا ما خیش تبار بله. و یک طرف ماستیم. ما همیشه تلویزیون های تاجیکستان 4-5 تا اداره تماشا میکنم، بخصوصا تلویزیون سینما را زیاد تماشا میکنم براستیش، چون برنامه های بسیار خوب دارد. میدونید شما رو همچون یک آوازخوان میشناختن و دوست میداشتن و از روزی که شما یعنی داور شده در شبکه طلوع، باز هم مهری مردم زیاد شده. مهری مردم یعنی مهری تماشابین زیاد شده، ولی گمان میکنم اون نفری که در اونجا اشتراکچی است شاید از شما ملال شده باشه. هست همین گونه هست و چگونه شد که شما رو دعوت کردم در آنجا؟ بله، ما کوشش میکنم ما در عرصه هنرم در محافل باشم، در هر جایی که باشم، در برنامه باشم. ما کوشش میکنم که این دنیا خو میگذرد، یک آدم از پیش ما خفه نرود، ملال نشود از پیش ما. اما تایید ما به زور خدا هیچ کس از پیش ما ملال نرفتم. اون چیزی که تانستیم مبرایش کردیم. نگار جان به وفایت یادم آمد، دامنش درازه. فلک ما را نزن، بالم شکسته و دامنم دراز است. این تو بخونش. یعنی خیلی داوری مهربان بودید. قربانتان. دلسوز. حتما دیگه. خوب اگر سطح خوانش همون نفر خوب نباشد میشه؟ ما در یک صورت اگرچه داورای محترم در اونجا بودن، موسیقی خودش یک دریاست. موسیقی را هیچ کس علمیت موسیقی را پاس کردن نمیتونه، دریاست. بسیار هنرمندای خوب همه یمو بچه ها خوب میخونن. تنها ما یک چیز در اینجا متوجه بودم که همین شعر غلط نخواند کس. شعر ایرا میفهمیدم که تو شعر غلط خوندی و همین شعری را که خوندی از کی بود او را هیچ کس نمیفهمید. من خودم میفهمیدم که همین شعر کیست. مثلا آهنگ میخوندن، آهنگا را من از تاجیکستان بار رو یاد میکردم. خدا بخشد خانم نگینه را یا اگان آهنگش میخوندن یا از دیگر هنرمندای سابقه تاجیکستان، من این گپا را میفهمیدم که با دای خاطر نمرهشون را کم میکردم. میگفتم شعر نفهمیدی، شعر نجوش غلط خواندی. این آهنگ فلان هنرمند خوانده بود یا از تاجیکستان یا از افغانستان، این نجوا را کم با دن بسیار دنم ریشه کم میکرد.
چی کنم در لای وطن فتنگری بسیار است ای جانم در قدر ای توفیق دل من خدا گرفته چی کنم لبلبی جوی مار کردن دلار چیرم خر کردن ناز کردن خنده کردن مرا ندیرم خر کردن ناز کردن خنده کردن مرا ندیرم ای مرا ندیرم مرا ندیرم مرا ندیرم تحصیل کرده کدام رشته هستید؟ البته موسیقی و یا کسب شما البته یا دیگر است؟ متاسفانه در زمانایی که ما از مکتب برآمدیم مکتب های مسلکی آنقدر نبود، تنها یک پانتون در کابل بود. یعنی مکتب موسیقی نبود؟ نه مکتب موسیقی نبود. دیگه ما چون پدرم کسبی بود، ما خودم از همین شوق از دستی که شوق بودیم خود در ازل و در تقدیر ما آمده شد. ما موسیقی را مسلکی نخوندیم تا همون اندازی که خودم میفهمم. یعنی چگونه شد که شما پس اینقدر مشهور شدید، یعنی هنر کسبی را آموختید؟ پس این سوال اینگونه می شود که برای همین گونه سراینده خوب شدن چی مهم است؟ اگرچه شیرینی گلون نباشد به تمرین هم خوب کار داره. این شیرینی گلون پیشتر همون گفتم که به عمل تکنه که خواجه که از روزی ازل تو چی دانی قلم سین به نامت چی نوشت. این کار از ازل میشه. ولی انتخاب شعر خوب، شعری که پر معنا باشد، اگر شعر بیت عاشقانه هم باشد منظم باشد، خوبش باشد، به شکل خوب تو را بخوانی، به شکل سوخت بخوانی که یک طرف موسیقی سوخت ساز داره و از یک سو گلونت سوخت ساز داشته باشه که در دلای مردم چنگ بزند. وقت هنرمند شدن میتونی که همه چیز کنترل کنی. درست است. با میری مفتون یعنی کدامش خوش است؟ یعنی محبوب بودن یا که شهرت داشتن یا که دوست داشته بودن؟ والا اینا خب بدون یک دیگر این نمیشه. یک شهرت داشته باشی که محبوب نباشی با چی کارش کنی؟ درست. امی هر کس هم بشناسه بگه خیلی میشناسمش، او هم بگه خیلی میشناسم، هم خیلی میشناسم، این بی‌مزه دیگه. نه کسی بشناسه بگه من دوستش دارم، فلانی را دوست دارم. بله. خوب، درباره عشق زیاد سروده اید. عشق از نگاه شما؟ جوانی یک مصرع شعر اولش یادم رفتم میگه که در بهاران هیچ آب خالی از سیلاب نیست. این یک سلسله مراتب است. وقتی که جوان هستی عشق میورزی، صورت میبینی، یگان قد و ترکیب میبینی، بدخوشت میآید که شعر بگویی، بدخوشت میآید که آواز برش بخوانی و نموت بعد پایه در پایه و سلسله مراتب به هم گپ بالا میرسی دیگه. چون درباره جوانی حرف زدیم، یعنی هست همون لحظه های کودکی که سخت در یعنی حافظه شما حفظ شده است و هرگاهی که یاد میارید پیش نظر میارید یا سخت اشک میریزید یا اینکه میخندید؟ در کارهایی که میکردم که گاهی هم خنده میکنم، گاهی هم افسوس میکشم که یک بار دیگه هم خیلشم که همون تو کاره باز او هم بیخی یک کاری تعجب بودم و کار باز انجام بدم، بله هم اشک میریزم و هم باز خنده میکنم. یعنی در کودکی شوخ بودید؟ به اندازه. بله خیلی خوب. ولی همین توقعی که شما همین توقعی که در سر میمونه برای چی کج میمونه؟ این کج به خاطری میمونم که پدرم توقعیش کج میموند. کج میموند. ما دیگه از همین وقتی یک کمی که موی ما کم شد، ما خب موی زیاد داشتیم، خب تو نبود که پیش روی ما کل شد، ما مویای ده فرق داشتیم، ما هم زنجیرهای گردن داشتیم، ما هم همون تو کش فشی و تاب داشتیم. بعد همین مویم که کم شد این کلا را ماندم، بازی کج ماندن از پدرم با ما میراث مانده. ولی همین کج مانده، ولی همین دوستا که میبینم این تاقینم کج است دیگه، هم تو ماند با ما میراث شد. چون شما شوخ طبیعت نیز هستید، چون در برنامه تماشا کردم البته دیدم، در سینما آیا یگان رابطه دارید؟ شاید نقش بازیده باشید؟ نه، با سینما و گپا چون متاسفانه از زمانی که ما اگر بگوییم که از مکتب برآمدیم و ما خو افسری دولتی بودم،
بعدش که افغانستان تحول آمد و جنگا و ای گپا شد دیگه اونجا سینما هم دیگه همه نبود. نبود و از بین رفت و همه گپ. اگر ما علاقمندی دارم، مرا تلاش گپ میکردن، ما بسیار شوخم هستم و کار سینما را انشالله پیش برده میتونم، یعنی در نقشایی که مردم خنده بدم. بله بله، به همین خاطر پرسیدیم. و با سینمای تاجیک چی آشنا هستید؟ چون گفتید که شبکه سینما رو سخت علاقمندی دارم. کدوم؟ سخت علاقمندی دارم، خصوصا برنامه را، یگان برنامه را میمانند تلویزیون. ولی بچه را گفتم که مرا یک بار به مونا برسانید، مرا مونا خوشم میاد، یعنی کارهای کمدی را که میکنم، کارهای شوخی و خنده و مذاق هم میکنه. خیلی اما یک دیگه چی نام داره؟ علاودین ابلیس. یکی علاودین، عشق یکی علاودین است. یک بار ببینم باید. یعنی هنرشون خیلی پسند است. بسیار معقول است، بسیار نام خدا، بسیار آدم لایق است، بسیار خوب است. دیگر نقش کمدی در تاجیکستان بیخی بالاست، بسیار بالاست دیگر. خیلی خوب. ثبوت کار میکنم. عموما موسیقی یعنی چی نقش داره در حیات میری مفتون؟ اما غم و تشویش و رنجی که من دارم، موسیقی از برای من کلش دور میکنه. اگر من گاهی دق بیارم با همراه موسیقی به لبای خودم خنده میارم، اما خیلی در لبای همه مردم خنده را میارم. همویم زی غمت سفید کردی رفتی، ای دل خسته و ناامید کردی رفتی. در مجمره فراق تو می سوزم، ای آتش به دلم امید کردی رفتی، ای آتش به دلم امید کردی رفتی. ای وای بر جوانی کس کار رفته باشد، رسیده باشد وای ناچار خسته باشد. پیمانه جوانی وای بینی شریخ در خواب، کس نیز غمستان سرشار رفته باشد، کس نیز غمستان سرشار رفته باشد. پیمانه جوانی وای بگی شریخ در خواب، کس نیست از این غمستان سرشار رفته باشد. باز آمدن محال است چون آب رفته در جوی، هر کس به شهر خوبان یک بار رفته باشد، هر کس به شهر خوبان یک بار رفته باشد. سیری بغاری عالم چون عمری بی ثبات است، تا چشم کشایی وای گلزار رفته باشد. عارف خاموش بنشین از گفتگو زمانی، خوبی از منصور بردار رفته باشد، خوبی از
یار رفته باشد ای وای بر جوانیم کس کار رفته باشد پیری رسیده باشد ناچار خسته باشد ای پیری رسیده باشد ناچار خسته باشد. ژانر که شما می‌سرایید اصلا فلک است. بله فلک است. فلک افغانی از فلک تاجیکی چی تفاوت دارد؟ چون که گفتید استاد دولتمند خلف می‌سراید و چون سرایدنش ما خودمونم فلک های پامیر میخوانیم، یک فلک داریم. ممکن قوم های کولاب و پامیری های تاجیکستان هم حین همین چیز بگمانم فلک میخوانن که اگر میگوی که میالی هم فلک بخوانم و ما یک فلک از فلک در افغانستان ما رایج کردیم. در افغانستان ما رایج کردیم فلک دیگه نمیفهمند. تنها ولایت تخار بدخشان این دو ولایت فلک میفهمد و همه آوازخاناش فلک میخوندن. از قدیم مثلا عبدالرحیم چهابی یا در محمد کشمی که دو هنرمندی غچک نواز و مشهوری، یکش از ولایت تخار است و یکش از ولایت بدخشان فلک اینا میخوندن. قبلا دیگه هنرمندای دیگه هم بودن، خیر خدا ببخشدشون مردن. خب موسیقی کلاسیکی تاجیک شش مقام چی آشنا هستید با شش مقام؟ بله شش مقام همیشه تماشا میکنم میبینم چون خودم خود رشتم نیست. بله ولی میبینم موسیقی شش مقام هم بسیار شهرت دارد. ای عزیزان به شما چند غزل میخوانم ای عزیزان به شما چند غزل میخوانم غزل نغز و شیرین و چو وصل میخوانم غزل نغز و شیرین و چو وصل میخوانم افتخار است با من شرعتی مفتون شدند افتخار است با من شرعتی مفتون شدند زیر فرمانی تو من ساقی مال میخوانم زیر فرمانی تو من ساقی مال میخوانم شکر گویم که تو را کرده خدا هدیه به من شکر گویم که تو را کرده خدا هدیه به من سر بلند پیشیم با تو متل میخوانم سر بلند پیشیم با تو متل میخوانم ای پدر جان تو با من قوتی جان و دیگری ای پدر جان تو با من قوتی جان و دیگری در کناری تو پدر تا به ازل میخوانم در کناری تو پدر تا به ازل میخوانم ای نور چشمانی منی خدا مشیار تو باد نور چشمانی من خدا مشیار تو باد با تو با دغدغه و جان و جدل میخوانم با تو با دغدغه و جان و جدل میخوانم پوری پامیر منم نام رضا است مرا پوری پامیر منم نام رضا است مرا با بلندی هنر تا غزل میخوانم با بلندی هنرم غزل میخوانم ای عزیزان به شما شیر و شکر میخوانم ای عزیزان به شما چند غزل میخوانم غزل نغز و شیرین و چو وصل میخوانم غزل نغز و شیرین و چو وصل میخوانم غزل نغز و شیرین و چو وصل میخوانم چون درباره همسر خود گپ زدید، در خانه یعنی همسر زور است یا اینکه شما؟ میریم افتور. اولام سرم زور است. یعنی زنجبیل کی است در خانه؟ ای خیلی خودت بفهمی دیگه. در برنامه ستاره افغان اگر فکرتان باشد یک شب او رو در افغانستان یک روز به نام روز زن است. بعد روز زن است خود سلام از همین طریق برادر قیس و ریان و سعید هم میگم و دیگه اونا که هستن در کشورهای بیرون زندگی میکنن اونا انگلیسی میگفتن، من روسی میگفتم. بعد نوبت به ما کشد، ما گفتم که چون خانم نغمه هم بوده هم آوازخونا بودن، ما گفتم که یک رهبر دانشمند گفته که گده نه تو ژن شد هم نه تو ژن. راست گفته. دیگه اینا رو در جایی که زن نیست و زندگی نیست خیلی مادر یا اولاد هم البته
آدمی لایق‌تر است آخی ما باید او را حرمت بکنم و در ضمنش ما هر طرف میگردم هم زندگی در گردن هموست درست. دیقان و چوپان و هم مال و گوسپند خب هم خیلی شلوغ است دیگه درست. یعنی ما یا نمیتونیم شاید همه برکت حرمتش میکنیم حرمت میکنیم. شاید همه برکت زندگی شما از او باشه. از همون هست خیلی خوب. بله. اینجا هم قدر صحبت کردیم، خیلی صحبت صمیمی بود، بله. خیلی صحبت عارفانه و صادقانه بود و سروده های بهترین سراییدن با صدای دلنشینشان و در این باغ ایرم، در این طبیعت زیبا و فورم حتی حس نکردیم که چگونه وقت گذشت و به فکرم خیلی شما رو خسته ساختیم. بله خوب از این صحبت یعنی برای شما پیسان بود نبود شاید یکم برداشت کردید. من بسیار خوشحال هستم. ما بله. سرفرازیم که شما در برنامه ما اشتراک کردید و شاید از ما چی سوال انتظار بودید که ما به شما ندادیم. من همین دستگاه نواربرداری رو برای شما است. ما اینقدر میگم که کشور تاجیکستان متحد باشد. ما 100 شکرانه را ما میکنم و ملت تاجیک از جناب عالی بکند با هم متحد باشه که تاجیکستان گل و گلزار باشه و شما سلامت باشید. سلامت بله باشید. سلامت شما. باشید. جهانی سپاس از شما که البته دعوت ما رو پذیرفتید، با حضور خود باز هم این برنامه رو این فضا رو رنگین و زیبا نمودید. من باور دارم که این زمان بیننده ما یک لحظه فراغت داشت. بله، می‌توانید درست نصیبه. است. درست. در آخر تمنا میکنیم که میری مفتون 100 ساله های دیگر محفل آرای مردم تاجیک و مردم افغان باشد و بگذار که افغانستان شما نیز آباد شود، آرام شود، آسوده شود مثل تاجیکستان. سلامت باشید. کشوری با ما دوست و همجوار است بله. و هم زبان و هم فرهنگ هستیم و بار دیگر میگویم که برنامه نورافکن منبر هنرمندان اصیل است. هر باره که اومدید البته به تاجیکستان مرحمت با برنامه نورافکن تشریف آورید و حرف دل خیش رو برای مخلصان تاجیک خیش گفته باشید. بار دیگر خوش آمدید به تشکر. تاجیکستان. سلامت باشید. سلامت رحمت. خب بیننده‌های عزیز، رسیدیم به فرجام برنامه نورافکن و اگر ذره هم توانسته باشیم با سروده ها و ترانه های میری مفتون شما را مفتون کرده پس سرفرازیم. خیر، تنصیحت و خانه آباد و پیروز باشید. خیر. اشتباهت انتظار